جان. معصومه خانم دیگه جواب نمیده. بهتر. به خدا بیهوش شده دیگه جواب نمیده. داره ادا در میاره. ادا در نمیاره دیگه، صداش در نمیاد. بابا یکی به دادش برسه. 3 روزه هیچی نخورده. 3 روزه. اگر مرده باشه چی؟ مامان تو رو خدا. بیتا جان جواب بده. خانم در بشکن. مشتی در بشکن. اجازه بدید من برم یه بیله بیارم. بیتا جان، بیتا خانم، بیتا عزیزم، بیتا چی شده؟ بیتا جان، بیتا خانم، بیتا عزیزم، بیتا چی شده؟ به هوش اومد. سیما خانم یه خورده بهش غذا بدید. غذا تو که خوردی بیا تو اتاق من، باهات کار دارم. کاش هیچ وقت این در شکسته نمیشد. کاش جنازه‌مو از این در میبردن بیرون. آره آپارتمان باشه، 3 خوابه باشه بهتره. بشین. با تو نیستم. وسایل اولیه‌اش خودت میخری، باقیش با خودش. آره یه جای خوب دیگه. نه تو مجتمع نباشه، خطرناکه. آره 3 یا 4 واحد. آره راجع به همسایه هم حسابی تحقیق میکنیم. خانواده داشته باشن، مرد مجرد هم نداشته باشن. خوبه. آره ها منطقهش که گفتم که دانشگاه کجاست؟ بله. کدوم خیابونه؟ دانشگاه تو میگم. 4 ولیعصر. دوربر انقلاب و ولیعصر. آره حالا یه ذره دورتر یه ذره نزدیکتر توفیر نمیکنه، زیاد دور نباشه. آره پرده ها و وسایل دیگه شو خودم میام باش میریم میخریم. آره همین امروز گفتم، همین امروز کار نشد نداره. فردا خودم میام تهران. خداحافظ. من غیر از تو 3 تا بچه دیگه هم دارم. خاطرم یاد نمیده که یکیشون رو حرف من حرف زده باشه. اما تو یکی نمیدونم چرا حرفای منو نمیفهمی. واسه خاطر اینکه از اونای دیگه بیشتر دوست دارم، واسه خاطر اینکه تحتقاری خونمی، واسه خاطر اینکه هر چی خواستی گفتم بشه. اگه درس خوندن و دانشگاه رفتن اینقدر واسط مهمه که حاضر به خاطرش خودتو بکشی، خب برو. تو میگی من حرفاتو نمیفهمم، ولی میفهمم. دور و بر تو پر از گرگ بچه، سر به چرخونی یکی از برات بردن. من دوست دارم سرفراز بالیاقت شوهرت بدم. تو میگی میخوای درس بخونی؟ خب بخون، ولی شرط داره. شرطش اینه که وقتی علی از آمریکا برگشت سرت بندازی پایین، مثل بچه آدم میری سر خونه و زندگیت. سوالی نیست؟ اگه وسط درسم بود چی؟ اونش با من. اگه تو رو میخوان براشو شرط میذارم، عقدت میکنن تا درسات تموم بشه. اگه قبول نکردن؟ تو قد و قوارشون نیست، قبول میکنن. فردا پس فردا با هم میریم تهران، اسمتو بنویسم.
قاشق زندگی در تهران، اونم بدون پدر و مادر. برای اولین بار بعد از اون همه محدودیت و مراقبت چه احساس خوبی برام داشت. یه استقلال کامل، فضایی تازه، محیطی دانشجویی، کودکانی که فکر می‌کردند همه زنان و مردانی بزرگ شدند. چه احمقانه. روش جدید آشناییه؟ بله. همه جورشو دیده بودیم. آقا ساعت چنده؟ قیافتون چقدر آشنا؟ من شما رو جایی ندیده بودم؟ آقا دیرم شده، میشه منو به یه آژانس برسونی؟ نه، واقعا اتفاقی بود. ندیده بودمه. منم همینطور. دانشجو دانشگاه مایی؟ دانشگاه شما کجاست؟ همینجا. اینجا که دانشگاه منه. جدی؟ چی میخونی؟ گرافیک. منم معماری میخونم. من چیزی نپرسیدم. میدونم دلت میخواد بدونی. از کجا میدونستی؟ اینجا همه دانشجوها دلشون میخواد بدونن که من کیم. واقعا نقشه نبود؟ چی؟ ریختن مداد رنگی ها. با کیا شرط بستی سر حرفا من باز کنی؟ رفقات کجا دارن نگاه میکنن و میخندن؟ ها؟ ببخشید من کلاس دارم، دیرم شده. یه دونه مداد رنگی ها جامون. اسم من فرهاده. اسم تو چیه؟ خیلی ترسیده بودم. اگه بچهای انجامم میدیدن خیلی بد میشد. لباساتو شستم، اتو هم کردم. به بابات زنگ زدی؟ گفت وقتی رسیدی به حجره زنگ بزن. بیتا جون، تو مثل خواهر کوچیک من میمونی. از وقتی یه ماه بودی رو پشت تو بغل من بزرگ شدی. من از صمیم قلب تو رو دوستت دارم. از این پسره که حرف میزنی دلم شور میفته. بابا تو رو دست من سپرده. میدونی که آره میدونم، تو رو به پا گذاشته یه وقت چینی وجودم ترک بر نداره. سیما جون من 20 سالمه، سال اول دانشگاهم، بچه که نیستم. اگه دلت نمیخواد یه برات مسئولیت داره به حرفام گوش بدی، میرم حرفام به غریبه ها میزنم. دست خودم نیست، دلم میخواد راجع بهش با یکی حرف بزنم. سیما من نه، به غریبه ها نگو، به خودم بگو. من هستم، من خودم غمخوارتم. فقط مواظب باش عقلتو دست احساست ندی. از پایه‌گذاران این سبک پابلو پیکاسو، نقاش اسپانیایی است و جورج براک و فرنان لژه با اون همراهی داشتن. و درس کنم که سبک کوبیسم در اصل از افکار سزان ناشی شده، چون سزان معتقد بود که اشیا به حالت هندسی گرایش کامل دارند و باید توجه داشت که هیچ هنرمندی در عصر حاضر به شهرت پیکاسو نرسیده، به دلیل اینکه نقاشی‌های کوبیسم نه تنها در تابلوهای عادی به کار برده میشه، بلکه در معماری و حتی روی جلد اعلانات و آثار سفالینه و حتی چینی قابل اجراست. پیکاسو قبل از ایجاد سبک کوبیسم آثار اولیه خود رو ببخشید استاد، من با خانم حکمی کار مهمی دارم. ممکنه یه لحظه ایشون بیان بیرون؟ داشتم میرفتم سفر، گفتم شاید دفترتو لازم داشته باشی. سفر؟ کجا؟ برات مهمه؟ از کجا پیداش کردی؟ همون روزی که پروژه مداد رنگی ها رو اجرا میکردی کش رفتم. خیلی ممنون، ولی کار درستی نکردیم. مجبور شدم تمام جزوه ها رو دوباره بنویسم. متاسفم. عیبی نداره، سفر خوبی داشته باش. ولی در اصل ما میتونیم بگیم که مجسمه
سبک کوبیس هم حداقل مجسمه محسوب میشن، چون از مفصل بندی خبری نیست. و باید توجه داشته باشیم که امروزه از پیکاسو در شهر پاریس موزه ایجاد شده، معمولا هنرمندانی که در سطح جهانی هستند. ناخواسته وارد یه بازی شدم، دست خودم نبود. میخواستم مثل بقیه باشم، دوست نداشتم فکر کنن اون عقب افتادم. باید همرنگ جماعت میشدم. البته اونم جوون خوبی بود، چند بار با هم صحبت کردیم، بهش دل بستم. اونم همینطور خیلی منو دوست داشت، حاضر بود به خاطر من از همه چیز و همه کسش بگذره. با هم قرار گذاشتیم، قرار ازدواج تا آخر عمر، تا پای مرگ. سیما راست میگفت، احساسم به عقلم غلبه کرد. کاش تو جوانی آدم عاقل میشد. واقعا معذرت میخوام، چیزی برای پذیرایی ندارم. تو جایی که واسه تا هم خونگی زندگی میکنی خب معلومه چیزی برای خوردن نمیمونه. قندمونم تموم شده، ولی شیرینیش تازه است. دستتون درد نکنه. میخوای شکر بیارم؟ نه خیلی ممنون. نگفتین سیما کیه؟ سیما دختر مشتی حسنه. مشتی حسن از رعایای پدر بزرگمه. سیما یه بار شوهر کرد، شوهرش شب مرگ شد، بچه هم نداره، برای همین من خیلی دوست داره، گمونم خیلی دوست داره. پس به پا داری؟ به پا نیست، اون زن خیلی خوبیه، ازم مواظبت میکنه. خب دختر نازنازو، حالا از پدر متعصبت بگو. قرار بود راجع به باباها صحبت نکنیم. نه میخوام بهتر بشناسمت. بابام خادم حسینیه بزرگ شهرمونه، فرش فروشه، خیلی مهربونه، ولی عقیده خودشه. خواهرام خودش شوهر داد، واسه برادرام هم خودش زن گرفت، حالا واسه من نقشه داره. نمیدونی چه اعتصاب قضایی کردم تا تونستم بیام دانشگاه، با شرط و شروط، ولی در عوض جونش هم واسم در میره. بچه که بودم همیشه جام روی پاهاش بود، الان وقتی تب میکنم تا صبح بالای سرم میشینه. یه جوریه، هر روز بهم زنگ میزنه، میگه قدمت واسه من خوب بود، میگه صدای من بهش آرامش میده، با اینکه متعصب و سختگیره ولی خیلی مهربونه. اینه بابای من. 2 سالم بود که من و مادرم گذاشته رفت که رفت. مادرم میگه تو دم دستگاه اشرف بوده، خواهر شاه. منو مادرم بزرگ کرد. بعد از اینکه خیالش من راحت شد شوهر کرد. مهندسه، دوست داره باهاش کار کنه. آبم باهاش توی جوب نمیرفت، همش دعوا. 2 سال پیش از خونه زدم بیرون، اومدم اینجا پیش بچه ها. فکرشو بکن، من و فرهاد با هم عروسی کنیم، اون معمار منم گرافیست، با هم بیایم تهران کار کنیم، بچه دار شیم، بچه‌های خوشگل و مامانی، یه پسر یه دختر، اسمشو بذاریم. بس دیگه، خودتو لوس نکن، به جای حرفا به درسات برس. فایده نداره، میخونم ولی هیچی نمیفهمم. تو رو خدا بذار بهش زنگ بزنم، قول میدم بعدش بخونم. اگه نذاری وقتی رفتی خرید زنگ میزنم. من که سگ نگهبانت نیستم، میخوای بزنی بزن. ولی مراقبتش بکن، تو الان احساساتی هستی. دوران خیال و رویا خیلی زود گذشت. آروم آروم عشقش به نقشه کشی و طراحی و کار پررنگ شد و علاقش به من و قول و قرارمون کم رنگ و کم رنگ تر. ولی من همچنان به وعده های اون دلخوش بودم. بله حاج آقا، باشه چشم. یه چند از حاج آقا بیتا خانم تشریف آوردن. گفتم رفتی کپی بگیری. سلام بابا. سلام بابا. رفته بودم جزوه کافی کنم. برا تو سیما بلیط هواپیما گرفتم. آره پولش هم دادم. میری از آژانس حسن آقا میگیری، واسه 5 شنبه میای اصفهان. بابا خبریه؟ او خبر چه خبری، پسر عموت از آمریکا برگشته. علی؟ آره علی،
روز جمعه یه مهمونی تو خونه ما هستش که همه دوست دارن تو رو ببینن. یه گپ کوچولویی هم راجع به آینده تو و علی میزنیم. بابا من درس دارم، هنوز 1 سال از درسم مونده. فکر اونش هم کردم، قصتو نخور. وقتی اومدی اینجا واسط میگم. آره تو بیا اصفهان ببین، رحمان رو روز پنجشنبه شب میفرستم فرودگاه. چیکار میکنی من؟ میفرستم فرودگاه، منتظرتم بابا، قربونت برم. خداحافظ. آخه خداحافظ. وای سیما جون، از چیزی که میترسیدم سرم اومد. جمعه بله برونه. میدونم. حاج خانم گفت. چقدرم خوشحاله که دامادش دکتره. حالا چی کار کنیم؟ با فرهاد حرف بزن، قانعش کن هر چه زودتر بیاد با سید جلال صحبت کنه. باشه، فردا بهش زنگ میزنم. امشب؟ فردا دیره. چای یا نسکافه؟ نسکافه. حالا این مورد مهم چیه که بعد این وقت شب منو میدیدی؟ الان کلی از بچه‌ها تو خونه دارن رو پروژه من کار میکنن. چراغو خاموش کن. چرا؟ حالا پرده رو ببند. چرا؟ ممکن است ساختمون روبرو ما رو ببینن. چرا اینجوری میکنی؟ من از این پرده ها بدم میاد، از اون کاناپه، از اون اتاق بدم میاد.